دوستان خوب من سلام. خمینی و پسمونده هاش از همون روزی که انقلاب مردم ایران رو قلمبا کردن در یه زمینه تخصص ویژه داشتن، اونم تو نقش بازی کردن و نمایش دادن و خلاصه ادا و اطوار بود. حالا ببینید این سیاه‌بازای کار کشته تو سانس آخر حکومتشون به چه روزی افتادن که حتی دیگه از پس یه خیمه شب بازی هم بر نمیان. داستان از اونجا شروع شد که سنای آمریکا پنجشنبه طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را تصویب کرد. رئیس جمهور آمریکا هم گفته از مصوبه سنا حمایت می‌کند. بله، وقتی دلواپسان نظام دیدن که یه چنین کفگرگی نصیب عظما شد به حول و بلا افتادن و زور زدن تا شاید بتونن با ترتیب دادن یه نمایش مسخره صورت ولایت رو با سیلی سرخ نگه دارن و به بسیجیای بارفته بگن ما هم بله. اینجا بود که به فکر تصویب یه طرح سفوریتی افتادن. بله، تعجب نکنید، طرح سفوریتی. طرح سفوریتی مجلس برای توقف مذاکرات تا قطع تهدیدات آمریکا. خمینی میگفت جنگ تا رفع فتنه در عالم. اینا میگن طرح سفوریتی تا قطع تهدیدات آمریکا. خلاصه اول کار بود که تیوی ریش و باقی رسانه‌های حکومتی رفتن دنبال بلیط فروشی برای این نمایش و تبلیغات مسخرش. الان و در این شرایط به خصوص که نمایندگان کنگره آمریکا هم ورود پیدا کردن و قصد دارن تا اگر توافقی احتمالی حاصل بشه میان ایران و 5+1 یک اعمال نظر مداخله جویانه‌ای در این قضیه داشته باشن، واکنش نمایندگان مجلس و خصوصا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این موضع‌گیری نمایندگان اعم از دموکرات و جمهوری خواه چیست؟ بر این اساس طرحی در جهت نظارت بر توافق مسئله هسته‌ای تهیه شد و عرض کردن بیش از 60 نفر امضا کردن که واقعا عجب ضربه کوبنده‌ای. فقط مشکل اینجا بود که این ضربه به جای اینکه بخوره تو سر و صورت سنا و کنگره آمریکا برگشت تو سر و ریش خود آخوندا. چجوری؟ اینجوری اول خود برق‌پاره‌های حکومتی شروع کردن به مسخره کردن این طرح. طرح سفوریتی تا به حال در طول انقلاب سابقه نداشته است. در شرایط فعلی طرح سفوریتی کاری غیر معمول و کاملا غیر مترقبه است، خصوصا وقتی که این طرح در خصوص مذاکرات هسته‌ای است. با این ملاحظه که خوشبختانه در مذاکرات هسته‌ای هم رهبر انقلاب تذکرات و توصیه‌های لازم را داشته و دارند، سوال این است چه رخداد مهمی روی داده که طرح سفوریتی مطرح شده است، خصوصا در حالی که هنوز طرح نوشته نشده به رسانه‌ها رسیده است. میگه بابا طرح سفوریتی چه صیغه‌ایه؟ آخر ریش و عمامه ولایت کجا و این اداب و اصولای پارلمانی کجا؟ خلاصه رفقا درد سرتون ندم، این طرح به اصطلاح سفوریتی به شکل سفوریتی نیت دلواپسا رو نشون داد، اما به همون شکل سه سوت باد هوا شد و نهایه رأس اول لاریجانیا که خودش رئیس مجلسه رفت تو پستو و به دلواپسا گفت جمع کنید بابا کاسه کمچه رو جمع کنید که این طرح سفوریتی خیلی داره سه میشه. سید باقر حسینی به نقل از علی لاریجانی گفت رئیس مجلس به شدت با واکنش‌های تند از جمله ارائه طرح‌های غیر کارشناسی سفوریتی که همکنون به امضای چند نماینده رسیده به شدت مخالفت کرد. لاریجانی همچنین متذکر شد که در حال حاضر در آمریکا سیاستمداران این کشور در دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با یکدیگر مشکل دارند، اما ما در جمهوری اسلامی ایران با تیم مذاکره کننده هیچ مشکلی نداریم، بلکه از آنان حمایت می‌کنیم. بنابراین بهتر است به دور از جو زدگی و تصمیمات ناپخته
واکنش مجلس به مصوبه سنا صدور یک بیانیه باشد. بله، اینجاست که میشه فهمید آخوندای فلک زده این دم آخری دیگه عرضه فیلم بازی کردن هم ندارن. یعنی میخواستن یه جستی بگیرن که مثلا سنا و کنگره رو تهدید کنن، اما همه چی خراب شد رو امامه خودشون. علی گدا، این جنگولک بازی ها دردی از تو دوا نمیکنه. بهتر خودت وارد شی و مثل امامت بگی حالا که تهدیده مذاکره بی مذاکره. چرا هی نوچه‌ها رو میفرستی جلو؟ ببین بالا بری پایین بیای ته خط تویی و جواب به همون سوال همیشگی، میخوری یا نمیخوری، یا هم چوب میخوری هم پیازو.